الان این دستگاه رو کارتخان رو جابجا کرد، این متوجه نشد. من اینجا رو حالا زنم میگم متوجه نه، حواسش نبود. بعد گوشی به این بزرگی رو ازش برداشت، اینم نفهمیدا. اینم بذار کنار، ما میگیم اینم بازم حواسش نبود. بعدش از درخواست شورت کرده 6 تا خود یه جین شورت تو این جعبه هستش. این داره ببین 6 تا شورت رو میذاره تو جیبش. تو یعنی نفهمیدی؟ بعد این بسته با برمیداره شورت هاست دیگه، سبکه. الان یه بسته کبریت رو نگاه میکنی خالی باشه متوجه میشی، یه بسته سیگار خالی باشه متوجه میشی. تو این جعبه 6 تا شورت بالاخره وزن دارن. حالیت نشد که نشد. بابا چه سناریویی گذاشتینا؟ من اینو اصلا کار ندارم. حالا اینو میخواد کارت بکشه برات، اینو میگیره کارت خان بالا. تو حالیت نیست، کارت خانه تو آبی بود، این نصفش سیاهه. بعد اینم من اصلا میگم ولش کن، باز نفهمیدی. اون دوربین لعنتی اون بالا داره ازت میپرسه اون چی، این وسط اون چی. بعد میگی ما اینو حواسم نبود، همین الکی اینجا نصب کردیم. یعنی اینم حالیت نبود. من اینو میگم حداقل کارتخان اون کلیدیه، کارتخان خودت لمسیه، اینم حالیت نشد. بعد یعنی فکر میکنی ما متوجه نشدیم اینجا داری کسی این پایین ازتون فیلم میگیره؟ اون دوربینتون بالاست. یعنی این سناریو گذاشتین شما. آخه ریدن تو این سناریویی که شما گذاشتین.